تو کل دنیا 5 تا دکتر خوب داریم. اینا رو بهت معرفی میکنم چون همه بیماری ها رو درمان میکنه. اول این پست رو لایکش کن، سیوش کن، چون باید بفرستید برای همه، چون همه بهش احتیاج دارن. اولین دکتر خیلی خوب در کل دنیا نور خورشیده. بدن برای سلامتی به نور خورشید نیاز داره. دومین دکتر خیلی خوب در کل دنیا خواب کافیه. بدن ما برای سمزدایی کامل، برای اینکه بتونه بیماری ها رو درمان بکنه، نیاز به خواب کافی داره. سومین دکتر خیلی خوب در کل دنیا ورزش منظمه. ورزش رو واسه خودت خیلی سختش نکن. حتما باید برم فلان باشگاهی تخصصی، فلان رشته رو باید برم. پیاده روی ساده میتونه یه ورزش خیلی خوب باشه برات، به شرط اینکه منظم و روزانه انجامش بدی. چهارمین دکتر خیلی خوب در کل دنیا رژیم غذایی سالمه. زیاد درباره‌اش حرف زدیم، خودت میدونی چی باید بخوری و چه غذاهایی ناسالمه. اما پنجمین دکتر خیلی خوب در کل دنیا روابط اجتماعی خوبه. با مردم ارتباط بگیر، مهربون باش. خداوند ما رو اجتماعی خلق کرده، پس اینقدر تو خودت نباش، روابط اجتماعی خوب داشته باش. اگه این 5 تا دکتری که بهت گفتمشون هر روز بری پیششون، همیشه سالمی.